آیا توهم دلیلی بر روانپریش بودن یک فرده؟ توهم در حالت کلی خود دلیلی بر روانپریش بودن یک فرد نیست. همونطور که فروید اظهار داره که توهم اولین مسیر نوزاد برای کسب رضایتمندیه. توهم یک حالت اولیه از فرایند تفکره و در خیال پردازی ها، رویاها کاملا قابل مشاهده. و نکته دیگه‌ای که وجود داره، توهم رو ما در تمام ساختارهای روانی میتونیم که مشاهده بکنیم. در آموزه‌های لکان ما 3 تا ساختار روان داریم: نوروتیک، سایکوتیک و پرورت. پس با این اوصاف توهم رو ما میتونیم در تمامی این طبقه ها مشاهده بکنیم. فقط یک تفاوتی ما بین توهم جدی و ما بقیه توهم ها در آموزه‌های لکان وجود داره. ژاک میلر از اونجایی که توهم هم در هیستری و هم در روانپریشی وجود داره، به خودی خود اثبات کننده ساختار روانی ویژه‌ای نیست. اگر ما میخوایم یک ساختار روانی رو تشخیص بدیم، بایستی که سوالات دقیقی رو در راستای توهم بپرسیم تا بتونیم به این نتیجه گیری دست پیدا بکنیم. درود بر